توجپرومبانک و فانانبانک دو بانکی در گذشته دچار مشکل شده تاجیکستان بسته شدند. قرار بانک ملی تاجیکستان در این باره روز 24 فوریه صادر گردیده، اما تاکنون سبب‌های رسمیش اعلان نگردیده است. بانک ملی تاجیکستان میگوید که قسمت از مبلغ‌های امانتگزاران دو بانک مجوزشان بازخوانده شده، فانانبانک و تاجیکپرومبانک از حساب خزینه سقوطی امانت‌های شخصان واقعی بازپس داده می‌شود. ضمناً امروز پس از بازخواندن مجوز فانانبانک و تاجیکپرومبانک، بانک ملی رسما به سود با عریضه مراجعت کرده است تا دادگاه مقامی برهم‌دهنده را تعیین کند. پس از تعیین مقامات برهمدهی با حکم دادگاه، تمامی مال و ملک بانک حساب شده فروخته می شود و پسنداز باقی مانده مشتریان از این حساب پرداخت می گردد. نامور سنگینوف اقتصاددان تاجیک می گوید واقعا پسندازها و سرمایه های این دو بانک چندان زیاد نیستند و غیب زدن این دو بانک هم به بازار مالیه تاجیکستان آسیبی چندانه نمی رساند. تاجیکپرومبانک و فانانبانک در قطار تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک طی تقریبا 2 سال اخیر به بحران دچار شده پرداخت پذیری خود را از دست داده بودند. حکومت تاجیکستان آخر سال گذشته برای نجات این 4 بانک در مجموع 3 میلیارد سومانی برابر به 500 میلیون دلار آمریکایی کمک کرد. تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، فانانبانک و تاجیکپرومبانک که مردم از بانک‌هایشان به سختی پول می‌گرفتند، بعد دریافت کمک از دولت به پرداخت پول مشتریانشان شروع کرده بودند.